سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و قراره امروز با هم گردشی داشته باشیم در آکواریوم انزلی. امروز جمعه 31 شهریور ماه ساعت حدود 1 هستش. آکواریوم انزلی در منطقه آزاد انزلی و در مجموعه کاسپیان قرار داره که ولاگ مربوط به این منطقه همراه با فروشگاه‌ها و بخش‌های تفریحی دریاییش رو قبلا برای شما در کانال قرار دادیم. منطقه آزاد انزلی در 24 کیلومتری شهر انزلی قرار داره. آکواریوم انزلی با نام آکواریوم فانتاستیک مشهور هست و در سال 1397 توسط یک سرمایه‌گذار خارجی احداث شده. در این آکواریوم حدود 200 گونه آبزی و حدود 500,000 آبزی خزنده پرنده وجود داره و بخش‌های اون شامل بخش خلیج فارس، بخش آرواره، بخش آمازون، بخش دریای کاسپیان، بخش کوسه ماهی‌ها، بخش مرجانی، بخش ماهی‌های کوی و چند بخش دیگر هستش. تونل این مجموعه هیجان انگیزترین بخش اونه که با طول حدود 40 متر و از شیشه‌های قطر 18 سانتی متر ساخته شده و یک زاویه 360 درجه به شما برای دیدن سفره ماهی‌ها رو میده. در انتهای مجموعه بخش گیملند قرار داره که شامل بازی‌های سرگرم کننده مانند بولینگ، بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های کودکانه و همراه شانسی هستش که میتونه براتون اوقات هیجان انگیزی رو ایجاد کنه. فروشگاه سوغاتی های دریایی، رستوران، کافی شاپ هم از بخش‌های دیگر این مجموعه هستش. در مورد هزینه بلیط هم در تاریخ شهریور 1402 برای بزرگسالان 350,000 تومان و برای کودکان 3 الی 12 سال 270 تومان هستش و بازدید از ساعت 12 الی 8 شب فراهمه. ولاگ های دیگری از شهر انزلی در قسمت پلیلیست انزلی و یا توضیحات این ویدیو قرار داده شده. ولاگ های مثل ماشکن انزلی، بازار ماهی فروشان، بازار محلی و رانندگی در شهر انزلی. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
خوش آمدید. ما قایق آمازون هم می‌تونید زنجیر ماری Pode ser com a
لطفاً راهکاری رو مصاحبه نکنید. اونجا بشینی؟ با اجازه است